به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، اوقات خوبی رو داشته باشین. هاشمی‌زاده هستم، دکترای روانشناسی، در خدمتتون هستم با موضوع روش‌های مقابله با استرس نوجوانان در شرایط بحران. در این جلسه میخوام در خصوص تعریف استرس و تفاوت آن با اضطراب با هم صحبت کنیم. اصلا استرس چیه؟ استرس چی میتونه باشه؟ تعریف استرس چیه؟ ما چه تعریفی در مورد استرس داریم؟ و تفاوت اون با اضطراب چیه؟ دوستان شنیدین که همیشه استرس و اضطراب با هم به کار میرن این دو اصطلاح. ضمن اینکه تفاوت‌های زیادی هست از نظر روانشناسی بین این دو اصطلاح. استرس یک پاسخ طبیعی یا یک واکنش طبیعی بدن در خصوص یا در شرایط بحرانزا، در شرایط فشار، در شرایطی که تغییر ارگانیسم در اون موجود زنده در اون احساس تغییر میکنه یا یک شرایط بحرانی که جزء روتین زندگی ارگانیسم یا انسان نبوده، ما بهش میگیم استرس. میخوایم ببینیم که استرس چه تعریفی داره و اصلاً استرس رو میشه چجوری تعریف کرد. دوستان ببینیم وقتی با یک شرایط بحرانزا، فشارزا مواجه میشیم، تو موقعیتی که مثلا فرض کنیم که یک آزمون مهمی رو پیش رو داریم، میخوایم وارد این آزمون بشین. قبل از اینکه وارد آزمون بشین یک سری واکنشی بدن شما نشون میده. یه سری اسپاسم عضلانی رو تجربه میکنین، فشارهای عضلانی رو تجربه میکنین که این یک پاسخ طبیعی بدن هست به خاطر اینکه شما بتونین در فراخور این برانگیختگی بدن بتونین تلاش کنین، بتونین کار رو به جای برسونین که برنامه‌هاتون رو پیاده کنین. اما استرس با اضطراب چه تفاوتی داره؟ استرس در شرایط بحرانزا و فشارزا به عمل میاد، یعنی واکنش و ریاکشنی که بدن، بازخوردی که بدن به این شرایط بحرانزا میده. اما اضطراب یک حالتی هست که فرد در خصوص آینده میترسه، ترس از اینکه یه سری اتفاقاتی نکنه در آینده بیفته و بیشتر افکار انسانها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. در واقع میتونیم بگیم که استرس یک بازخورد و یک پاسخی هست که ارگانیسم به شرایط استرسزا و فشارزا میده، اما اضطراب یک پاسخی هستش که ارگانیسم به استرس میده. یعنی در واقع اگه ما نتونیم استرس خودمون رو درمان کنیم، تبدیل به اضطراب میشه و علائم اضطراب و استرس با هم فرق میکنه. به عنوان مثال استرس، وقتی که فرد استرس داره یک سری علائمی مثل دلپیچه و مثل ناراحتی‌های گوارشی رو تجربه میکنه، اما وقتی که دچار اضطراب میشه مورمور کردن دست، گزگز کردن پا یا لمس شدن یک قسمتی از بدن رو فرد تجربه میکنه. ممکنه سوال کنیم که اگه استرس یک فرایند طبیعی و یک پاسخ طبیعی بدن هست، پس چرا قراره با استرس مقابله کنیم؟ دوستان اگه استرس شدت زیادی داشته باشه یا به مدت طولانی ارگانیسم یا فرد دچار استرس باشه، تبعات جسمی و روانی و فکری که فرد متحمل خواهد شد بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که شما فکر میکنید. بنابراین ما باید روش‌ها و رویکردهای مقابله با استرس و اضطراب رو یاد بگیریم و اونا رو تمرین کنیم که تبدیل به مهارت بشه تا بتونیم مسائل زندگیمون رو حل کنیم.